اول از همه تشریف آوری همه دوستا را به افغانستان آزاد و اسلامی خوش آمدید و خیر مقدم میگویم و از همه دوستایی که در این سالن تشریف آوردن متشکر هستم به ای که قبول زحمت کردن تا وقایعی که در افغانستان میگذره را به جهان منعکس بسازند. دوستا در جریان هستند که با به قدرت رسیدن رژیم کمونیستی در افغانستان ملت مسلمان ما با احساس اسلامی که داشت در برابر کمونیستا قیام کردند و بیش از 14 سال بود که جهاد ملت ما ادامه پیدا کرد و ملت مجاهد افغانستان موفق شد به یاری پروردگار که در برابر بزرگترین ابرقدرت جهان مقاومت بکنه و بالاخره او را به شکست وادار بسازه و نه تنها خود بلکه کشورهای متعددی را از زیر سلطه و ستم کمونیست ها نجات بده و این پیروزی مردم مسلمان افغانستان و شکست ابرقدرت اتحاد شوروی چیزی بود که در اول قطعا متصور نبود و مردم فکر میکردن جهادیان که جایی را که روسا اشغال بکنن دوباره آزادیش ممکن نیست.